دوستان کارشر سیار سلام عرض ادب. بریم برای نتیجه رنو کلوسی که براشون صفر شویی کردیم ببینیم چی در اومده. به به، بریم از موتور شروع میکنیم. بچه نگاه کنید چی در اومد برای این دوست عزیزمون، مشتری دوست داشتنیمون. یه کار فوق تخصصی که برای شما گفته بودم انجام میدم برایشون، واقعا هم برایشون انجام دادم. نگاه کنید چقدر تمیز و مرتب شده این موتور. اینم در بالایی موتور که خیلی کسی بود، براقش کردیم. ببینید تمام سیم کشی ها رو همه رو براشون مثل دسته گل کردیم. بریم برای داخل ببینیم چیکار کردیم داخل ماشین رو. بله این هم داخل ماشین یه کار تخصصی. کلیدا رو فقط نگاه کنید. یه صفر شویی که میخواید 0 تا 100 برای مشتری انجام بدید، یه کار تمیز. میگم دریچه کولرها رو نگاه کنید، عکس بگیرید، داخل رو نگاه کنید. دریچه کولرها رو همه رو براشون تک تک در آوردیم، باز کردیم. تمام این ماشین رو مثل یه دسته گل براشون انجام دادیم. بریم برای عقب ماشین. صندلی های عقب، صندوق رو بریم ببینیم چیکار کردیم. صندوق چقدر تمیز شد. این تمام اینا رو ما در آوردیم این ترتیب. دیوارا سقف رو نگاه کنید چقدر تمیز شد. این سقفی که براشون شستیم صفرشویی کردیم. این لالوها همه مرتب تمیز. درهای عقب، صندلی های عقب، این نوارای در ما براشون شستیم. این در صندلی از اینجا. یه ماشین تمیز، یه صفرشویی تمیز، یه همچی کاری میگن. با خدمات خود شما باشید در محل.